سلام و درودی به پایان به همه شمایان مهمانان عالی قدری سنجی کهن از کل کارمندان بخش فرهنگ کدومی نیکی شمایان را البته مبارکباد می‌گوییم. به یکایک شمایان اول صحتی و سلامتی، وقت و سعادت و طالع بلند و کارهایتان موفقیت‌ها را تمنا داریم. فرهنگ این خود جاده هستی ملت است. ما کارمندان آثارخانه گوشه مخصوص برای البته بالید خاطری شمایان آماده نمودیم. خیلی که اساسگزاری صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ابراز دارند، خلقی که به گذشته‌اش ارج می‌گذارد، خلقی که حافظه قوی تاریخی دارد، حتما آثارخانه بنیاد می‌کند. آثارخانه آینه پرجلوه است که در آن حیات و تاریخ خلق، دستاوردهای علم و فرهنگ و سرنوشت فرزندان برآمد و نامدار دیان انعکاس می‌یابد. ای دوستان مهربان، مهرآوران خوش آمدید. عزتشناس و قدردان، صاحب دلان خوش آمدید. شادم از دیدارتان، از لطف و از گفتارتان. بر این محفل گلرخان ای دوستان خوش آمدید. تشکر زیاد. دیگر گوید که از خطلان مکانم زیمن پرسد تو کیستی و از کجایی بگویم تاجیکم تاجیک زبانم. دوستان عزیز همه شما را به این درگاهی مقدس خیر مقدم میگوییم و این روز این لحظه ها مهمانان عالی قدر ما و درگاه بخش فرهنگی شهر کاریمانا خیر مقدم نوری دیدن تاج سر بگیرد. با مهمانان عالی قدر من یکایک شما را حاضرین ارجمند شناس میگیرم حاضر عارفی و معرفت و همچنین استاد هنر ایدیل محمد سعید و مهمان عالی قدر ما شریف نیشان جان مهمان از وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان هستند. و اینک دوستان عزیز برای شما تقدیم می‌گردد برنامه فرهنگی فیلارمونی خلقی بخش فرهنگی شهر کاریمانا. Bye.
حاضرین ارجمند برای پیش از همه برای استقبال برای پیشوازگیری صمیمی به همه شما اظهار تشکر میکنم و بسیار برنامه خوبی فرهنگی از جانب هنرمندان و هوسکاران فیلارمونی مردمی شهر کانیبادان پیشکش شد و طولی یک ماهی که ما از منطقه های دیگر مثلا خطلان و بدخشان و منطقه رشت رو دیدن کردیم و چند شهر نویا رو دیده اومدیم لیکن نه ولی در ولایت صبح قرار داریم ولی با بعد شما با دیگر شهر نویا رو میبینیم آخران بعد منطقه حصار میماند لیکن تا همین دوره که ما از شهر نویا دیدن کردیم از همه برنامه بهترین از آن شما امید داریم که حالی گفتم که من که حالی ما با چند شهر نوعی دیگر ما دیدن ما در کن اگر یک ماه دیگه از شما زور نبروید حتما جای افتخاری ما نصیب باشد شما با گفتم که بشرطی که حالی اگر از شما زور نباشد مهمش این برای جای و برای مثلا یک وای گرفتن نه مهم همین ذوق و هوس و چخیلی که پیشوای مذهبی ملت محترم امام علی رحمان تاکید میکنن یک سخن خوب دارن که هر بار تاکید میکنن که ذوق داشتن در کار در همه کار ذوق داشتن در کار و به همه شما موفقیت سربلندی تنسیتی کامل تمنا میکنیم همیشه خوشبخت باشید